دوستان برای اینکه ویدیو رو براتون بفرستم خیلی سرعتشو بردم بالا که بتونم راحت‌تر براتون ارسال کنم. اول از همه روی LCD و بورد قشنگ با نوک تیغ کاتر تمیزش کنید. فقط زیاد فشار نیارین که بوردتون سوراخ بشه، به یه اندازه‌ای که اون کثیفی روش گرفته بشه. بعد یه تیکه فلت به اندازه 2 سانت و نیم یا حالا روی ساعت یه قاب داره که میتونین از اون استفاده کنید به عنوان خطکش که برش بزنید. بعد اینکه برش زدین و تمیز کردین، فلت رو از یک سمت روی بورد فیکسش کنین، یا از پایین یا از بالا. فیکس که شد با اتوی فلتتون قشنگ گرما بهش میدین و میچسبونین. بعد از سمت دیگه روی LCD تون، اونم از همون سمت که روی بورد فیکس کردین، از همون سمت فلتتون رو روی بورد روی LCD تون فیکس کنین. بعد که تموم شد و مطمئن شدین که ساعت درست شده، یه تیکه چسب پهن از بالا و یه تیکه چسب پهن از پایین روی اون فلتی که چسبونی میزنین مشابه ویدیو که گرما سرمای کولر بخوره یه وقت اذیتش نکنه و دوباره کنده بشه. اگه دیدین که نوشتاتون دقیق نمیفته یا فلت خوب نچسبوندین یا LCD تون مشکل داره که LCDش توی بازار پیدا نمیشه، اگه نتونستین درست کنین برای من بفرستین که من براتون تعمیرش کنم دوباره. حالا اگه میخواین تغییر رنگم بدین، دایرکت بهم پیام بدین که براتون آماده‌شو بفرستم.